شایان داداش یه خبر خوش وامه بود 35 میلیونه. فردا میخوام بهم بدم برم یه 125 خوش بکشم کف خیابون. 35 تا موتور خشک، دلت خوشه؟ داداش حالا خشکم نباشه کارمو راه میندازه، میتونم باهاش برم دم پیک وایسم، حقوقم از همین الانی که هست خیلی بیشتر میشه. تو عملکی دلتو خوش کردی بابا. آخه پیک چی بگم والا. حالا تو هم نزن تو ذوق داداش دیگه، ایشالله فردا دست پر با شیرینی میام پیشت. حالا دست بده داداش. به به آقا شایان، موتور کیه این؟ برازنده داداشه دیگه، به ما یعنی نمیرسه موتور داشته باشیم داداش. چرا داداش؟ مبارکت باشه، دورت بگردم. من که داداش راستیتش وامم دیروز جور نشد. راستی اینو چجوری گرفتی؟ والا داداش به بابا گفتم یه پولی برام زد، گفتم چیکار کنم چیکار نکنم، اینو دیدم خوشم اومد گرفتم. تو هم ارزه نداری یا یه موتور نمیتونی بخری؟ بی ارزه؟ با منی که پدر نرم هیچ وقت اینجوری صحبت نکن. من کف این خیابون دهنم داره سرویس میشه. با تویی که بابات این موتور رو برات خریده من خیلی فرق میکنم. من دارم با همسال بابات رقابت میکنم. در ضمن موتورت هم مبارک بشه.